بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود. از خدای مهربان برایتان شادی و شادابی را آرزو میکنم. سلام به همه نوجوانان تاجیکستان. سلام بر جستجوگران علم و دانش. سلام بر خانواده‌های عزیز و مهربانتان. فرزانه هستم با یک پرواز اندیشه دیگر. بیایید تا یک برنامه جالب و جذاب دیگر را با هم دیگر گوش کنیم. دنیای رنگارنگ و طبیعت زیبای ما که خداوند آفریده است شگفتی‌های بسیار زیادی دارد. گل و گیاهان، درختان و انواع گوناگون حیوانات و موجودات زنده هر کدام زیبایی‌ها و عجایبات خود را دارند. امروز هم می‌خواهیم در مورد یک حشره صحبت کنیم که بسیار رنگارنگ و زیبا است و بیشتری مردم علاقه‌مند به دیدن این نوع از حشرات هستند. آن حشره‌های زیبا پروانه‌ها یا شاپرک‌ها هستند. پروانه‌ها علاوه بر زیبایی زندگی بسیار شگفت‌انگیزی دارند. بیشترین گونه‌های حشرات را پروانه‌ها تشکیل می‌دهند. پروانه‌ها دارای بال‌های زیبا هستند که با پولک‌های ظریف، نازک و با مهارت آفریده شده‌اند. خوب است بدانید که زیباترین پروانه‌ها گونه‌های نر و مردان آنها هستند. چشم‌های پروانه‌ها مرکب است و گاهی تعداد چشم آنها به 18,000 می‌رسد. پروانه‌ها برای پروانه شدن 4 مرحله را پشت سر می‌گذارند: تخم‌گذاری، کرم، پیله و در آخرین مرحله به یک پروانه بسیار زیبا تبدیل می‌شوند. مرحله اول تخم‌گذاری است که پروانه بالغ تخم می‌گذارد. سپس مرحله دوم که تبدیل به لارو یا کرم می شود. در این مرحله لارو مقدار زیادی برگ می خورد تا خود را برای مرحله بعد آماده کند. مرحله سوم شفیره است که کرم تاری به نام پیله به دور خود می بافد و مدتی در آن بدون هیچ غذای زندگی می کند. مرحله چهارم که پروانه است و جانوری بالغ که دارای بال است از پیله بیرون می آید. انواع پروانه ها. ما پروانه ها را به 2 نوع تقسیم می کنیم: پروانه های روز پرواز و پروانه های شب پرواز یا همان شب پره ها. می دانستید بال همه پروانه ها شفاف و بیرنگ است؟ ما پروانه ها را به عنوان رنگارنگ ترین موجودات اطراف خود می شناسیم. پس چطور ممکن است که بالهای آنها شفاف باشد؟ بالهای پروانه با هزاران پولک ریز پوشیده شده است که این پولک ها نور را در رنگ های مختلف منعکس می کنند. در زیر این پولک ها یک لایه از کیتینی، نوع پروتئین بسیار نازک وجود دارد. با افزایش عمر پروانه ها و ریختن پولک های روی بال، نقطه های شفاف و بیرنگ روی بال های آنها دیده می شود که در واقع همان لایه کیتین است. پروانه های بالغ تنها می توانند از شهد گیاهان تغذیه کنند. آنها اصلا دندان ندارند که بتوانند غذایی بجوند و تنها می توانند آب و یا از شهد گیاهان بنوشند. پروانه ها یک خرطومی دارند که مانند یک نی مایعات را می کشد. این خرطوم پس از تغذیه در زیر دهان پروانه ها جمع می شود. پروانه ها معمولا تنها بین چند روز تا چند هفته عمر می کنند.
بعد از اینکه از پیله خود خارج می شوند، فقط 2 روز تا 4 هفته فرصت زندگی کردن در این دنیا را دارند. در این مدت زمانی کوتاه پروانه ها 2 وظیفه بسیار مهم دارند که باید آن را انجام دهند: تغذیه و جفتگیری. برخی از پروانه های کوچک تنها 1 یا 2 روز زندگی می کنند. با این حال بعضی از آنها مانند پروانه سلطان که به صورت بالغ زمستان گذرانی می کنند تا 9 ماه قادر به ادامه حیات هستند. پروانه ها اشیاء را در فاصله 3 تا 4 متری می بینند، ولی در فاصله های بیشتر و دورتر بینایی آنها تار می شود. آنها برخی از رنگ ها را می بینند. پروانه ها حتی می توانند رنگ های فرابنفش را هم ببینند، لیکن ما انسان ها آن رنگ ها را اصلا نمی توانیم ببینیم. بعضی از پروانه ها رنگ های فرابنفش روی بال های خود دارند که از طریق آن یک جفت مناسب پیدا می کنند. به علاوه برخی گل ها دارای رنگ های فرابنفش هستند که سبب جذب شدن پروانه ها به سمت آنها و گرد افشانی می شود. پروانه ها اصلا در هوای سرد نمی توانند پرواز کنند، زیرا دمای مناسبی بدن پروانه ها برای پرواز باید 29 درجه سلسی باشد. آنها نمی توانند دمای بدن خود را با هوای سرد سازگار و تنظیم کنند. در دمای کمتر از 13 درجه سلسی پروانه ها توانایی حرکت خود را از دست می دهند و قادر به فرار از دست شکارگران و یا حتی تغذیه نخواهند بود. پروانه ها در دمای 28 تا 38 درجه سلسی می توانند پرواز و فعالیت کنند. آنها در روزهای سرد از طریق تکان دادن بدن، بال و یا به حرکت ماندن زیر نور آفتاب موشک‌های پرواز خود را گرم می‌کنند. دوستان عزیزم، برنامه امروزمون هم به پایان رسید. امیدوارم برایتان جالب و جذاب باشد و استفاده کنید. تا یک برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.